هیچ وقت نتونستی از خودت دفاع کنی، چه تو زندگی، چه تو دادگاه و چه تو فیفا. اول خجالت بکش و بعد این ویدیو رو تا آخرش نگاه. خانم و آقایان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به این ویدیو خوش اومدید. میخوایم راجع به دفاع صحبت کنیم. همونطور که میدونید بعد پچ جدیدی که EA داد کلا بازی عوض شد. دفاع کردن شدیداً سخت شده، مخصوصا برای پلیرهای کژوال. لازمه دفاع کردن الان که نکته ها و ریزکاری‌های خیلی مهمی رو بدونید. هدفم توی این ویدیو اینه که اول به شما بیسیک ها و پایه‌های اساسی دفاع کردن رو یاد بدم و بعد از اون چند تا نکته راجع به تیمتون و ترکیبتون بگم با چند تا مثال راجع به که توی هر صحنه چجوری دفاع می‌کنیم ویدیو رو تموم کنیم. اول از همه می‌خوایم راجع به پایه‌های دفاع کردن و کارهایی که باید بلد باشیم برای اینکه بتونیم درست دفاع کنیم توی این بازی رو راجع بهش توضیح بدیم. میریم توی این بازی کیک-آف و من بهتون سعی می‌کنم که آموزش بدم. خب دوستان، اولین چیزی که شما باید توی این بازی برای دفاع کردن اصولی بلد باشید رایت استیک سویچینگ، یعنی شما بتونید با شوک سمت راست هر بازیکنی که میخواید رو انتخاب کنید. اگه دقت کنید دسته من رو نگاه کنید، من با ترکیبی از L1 سویچینگ و رایت استیک دارم دفاع میکنم. نحوه کار رایت استیک سویچینگ به چه شکله؟ شما بازیکنی که اون فلش قرمز بالای سرشه به عنوان مرکز محسوب میشه، یعنی اون بازیکن میشه اون مرکزی که شما باید شوک سمت راست رو با توجه به اون بازیکن به جهتی که میخواید حرکت بدید و سویچ کنید روی بازیکن مد نظرتون. مهمترین مسئله توی دفاع به نظر من رایت استیک سویچینگ، یعنی اگه رایت استیک سویچینگ رو شما به صورت کامل و مسلط بلد نباشید هیچ وقت نمیتونید توی این بازی به سطح خیلی بالایی برسید. الان من والوردم، خب میخوام سویچ کنم رو وینیسیوس، پس میشه سمت چپ بالای والورده. الان اگه توپ تغییر کرد و والورده پوزیشنش عوض شد، رایت استیک سویچینگ من رفت روی بازیکنی که نزدیکتر به والورده بود. ببین من الان امباپه میخوام سویچ کنم رو وینیسیوس، میشه بالای امباپه. میخوام سویچ کنم رو رودریگو، میشه پایین امباپه. الان من دوباره امباپه میخوام سویچ کنم رو والورده، میشه چپ عقب امباپه. میخوام سویچ کنم روی چامنی، پایین والورده است. میخوام سویچ کنم رو مندی، بالای چامنیه. درست؟ یه موقعی ممکنه که شما رایت استیک سویچینگ رو انجام بدید و روی اون بازیکنی که میخواید نیاد. شما حواستون باشه که رو کدوم بازیکن رفت و سریع خودتون رو وفق بدید و اون بازیکن رو بتونید سریع توی ذهنتون مرکز قرار بدید. تنها راهی که میتونید توی این حرکت مسلط شید تمرینه، فقط تمرین. نکته بعدی توی دفاع جاکی هستش. جاکی شما L2 رو که نگه دارید بازیکنتون رو میتونید خیلی بهتر توی دفاع کنترل کنید. ببینید من الان میخوام روبروی این بازیکن وایسم، با L2 دارم قشنگ جلوش وای میستم. دسته من رو نگاه کنید، به هر جهتی که من L2 رو نگه دارم، به هر جهتی با لفت استیک تکون بدم شوک سمت چپم رو، به همون جهت بازیکن با کنترل خیلی بیشتر حرکت میکنه. خیلی جا ممکنه که به این نتیجه برسید که اگه فقط L2 رو نگه دارید خیلی بازیکنتون کنده، یعنی بازیکن مقابلتون خیلی سریع تکونی بخوره کنترل کامل رو از دست میدید. اینجاست که ما L2 و R2 رو همزمان با هم نگه می‌دارید. وقتی شما L2 R2 رو با هم نگه دارید، بازیکنتون سریعتر توی جاکی حرکت میکنه، همونطور که می‌بینید. درست؟ نکته‌ای که حرفه‌ای خیلی انجامش میدن و خیلی مهمه اینه که شما بتونید در ثانیه L2 رو نگه دارید و بعدش با R2 سریع بازیکنتون رو اونجایی که می‌خواید برسونید و دوباره R2 که سرعتتون هست رو ول کنید و دوباره L2 رو نگه دارید. بعد یه جایی جفتشون رو ول کنید و بدوید. اگه L2 رو نگه دارم کنده، اگه L2 رو نگه سریعتره، ولی همچنان یه موقعی ممکنه بازیکن حریف با یک حرکت سریع منو رد کنه. کاری که شما لازم بکنید که L2 رو نگه دارید، L2 رو نگه داشتید، R2 رو نگه برای سرعت، R2 رو ول میکنید، دوباره میدوید، میدونید. بعد خودتون رو با این شرایط با توجه به حرکتی که بازیکن مقابلتون میکنه وفق بدید و ترکیبی از L2 و R2 و ول کردن این دو دکمه است. نکته بعدی تیممیت کانتین هستش که با دکمه R1 باز میگم توی دسته کلاسیک با دکمه R1 انجام میشه. شما وقتی توی دفاع دکمه R1 رو نگه دارید، من خواهم توپو نگیرم، دکمه R1 رو نگه دارید، اون بازیکنی که فلش دوم روشه میره به سمت توپ و توپ رو و جلوی حریف وای میسته، نمیره توپو بگیره، جلوی حریف وای میسته. فقط در صورت توپو میگیره که حریف به اشتباه بره توی پای اون دفاعی که داره کانتین میکنه. نکته مهم اینه که اگه کانتین رو شما زیاد نگه دارید، یه تایمری بالای اون بالا میاد که اول سبزه و به مرور زمان قرمز میشه. وقتی قرمز شه دیگه بازیکنتون
کانتین نمیکنه و شل میشه. باید خیلی هوشمندانه از این تیممیت کانتین استفاده کنید برای مواقعی که میخواد یک فضایی رو ثانیه‌ای پوشش بدید و بازیکنی که میخواد کنترل کنید رو پیدا کنید و بعد آریک رو ول کنید. اون فضا پوشش داده شده و شما فضایی که می‌خواستین رو کاور کرد. اگه آریک رو همینجوری نگه دارید بدون اینکه فکر کنید بهش، دفاعتون کاملا خالی میشه و به هم میریزه. و اصلا که با سنتر بکتون خیلی تیممیت کانتین رو انجام ندید، چون اگه بازیکن حریف برگرده به سمت دروازه خودشون و شما دستتون رو تیممیت کانتین با دفاع آخرتون بمونه، دفاع آخر دنبال میکنه اون بازیکن رو و پشت دفاعتون خالی میشه و فضای خیلی بازی هست برای اینکه حریفتون بتونه بهتون حمله کنه. نکته بعدی دکمه‌های تکت هستش که مربع توی دسته کلاسیک همشون دوره میگم بهتون. مربع اسلایدینگ تکل که تکل خوابیده میشه، البته میدم. مربع تکل خوابیده است و دایره تکل ایستاده. تکل ایستاده رو باید شما توی فاصله خیلی کم بزنید. یعنی اگه توی فاصله باشه که با بازیکن حریف فاصله داشته باشید جا میمونید. و نکته خیلی مهم اینه که بعد پچ جدید اگه تکل رو بزنید، تکل ایستاده رو بزنید و توپو نگیرید، دفاعتون میمونه و بازیکن حریف خیلی سریع میتونه از شما رد شه و شما دیگه هیچ وقت بهش نمیرسید. چون همونطور که میدونید توی پچ جدید سرعت خیلی مهمه، پیس خیلی مهمه. و نکته بعدی اینه که اگه ادوانس دیفندینگ انجام میدید با دکمه زبدر توی شرایطی که با مهاجم حریف بدن به بدن هستید، میتونید بدن بزنید و مهاجم رو پرت کنید و توپو ازش بگیرید. الان حریف داره حمله میکنه، من با زبده رو اگه بزنم همونطور که میبینید یه بدن میذاره و تنه میزنه و هول میده و توپو میگیره. نکته خیلی مهمه اینه که اگه بازیکن حریفتون قوی‌تر از دفاعی باشه که داره باهاش این کارو میکنید، خیلی بعیده که بتونید توپو بگیرید، چون که قدرت بازیکن‌ها با هم دیگه میچربه. یعنی اگه شما مثلا با امباپه بخواید از رودیگر توپو بگیرید و بدن بذارید، مثلا رودیگرش پرت میکنه شما رو میره. بریم چند تا نکته راجع به تاکتیک بگم و بعد بریم توی مثالا کامل مشخص میشه که چی رو میگم و توی مثالا راجع به اینکه چطور باید فکر کنید موقع دفاع هم توضیح میدم. بعد اینو بگم که مهمترین نکته بعد از پچ پیس دفاع آخرتون، پیس هافک دفاعیاتون، پیس فول بکاتون شدیدا مهمه و باید بالا باشه. یعنی اگه دفاع آخرتون پیسش زیر 85 بنازید دور. پیس دفاع آخرتون شدیدا مهمه. بهترین پلی استایل هایی که دفاع آخرتون میتونن داشته باشن انتیسیپیت، این هستش، بلاک، جاکی و بروزر. اینا بهترین پلی استایل هایی که دفاع آخر شما میتونه داشته باشه و مهمترین نکته باز به نظر من پیسه که هالند این پیس رو داره و ما فعلا دسایی رو داریم تا موقعی که سالیبای اون تیم آف ایوو کامل شه و سالیبا بیاد توی تیم فیکس شه. همونطور که می‌بینید پیسش 86 پیس 85 بالا رو در نظر بگیرید کلا. نکته بعدی اینه که اگه دفاعتون ضعیف‌تره، میدونید که دفاعتون مشکل داره، سعی کنید که یه ترکیبی رو بچینید، یه تاکتیکی رو بچینید که دو تا CDM داشته باشه، 4-2-1-3 4-2-3-1 و کلا ترکیب هایی که CDM دارن رو انتخاب کنید و چون که CDM ها نزدیک به دفاعاتون وای میستن و توی دفاع خیلی بهتون کمک میکنن. اگه CM داشته باشید جلوتر وای میستن و یه فضایی بین دفاع آخر و هافکتون وجود داره. اگه تاکتیک من رو میخواید بدونید توی دو تا ویدیوی قبلی هستش، برید حتما اون ویدیو رو نگاه کنید و از اون تاکتیک میتونید استفاده کنید. ولی خب فرمیشن هایی که بعد از پچ خوب هستن 4-2-1-3 4-4-1-1 دیدم 4-4-2 استفاده میکنن. من 4-4-2 اصلا بازی نمیکنم، سبک من نیست. این فرمیشن ها کنن فرمیشن خوبی هستن، خیلی مهمه و همونطور که باز گفتم پیس مهمترین نکته است توی انتخاب بازیکناتون. این تمام نکتهایی بود که من به ذهنم میرسید. بریم سراغ مثال ها و ببینیم که توی بازی واقعی ما چطور از این نکتهایی که گفتیم استفاده میکنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه که توی این مثال ها اگه دقت کنید، من سبک دفاعم رو پیشنهاد نمیکنم به کسی چون خیلی ریسک میکنم. یه موقع این ریسک جواب میده، یه موقع این ریسک جواب نمیده. بهتون میگم کجا ریسک کردم و کجا به نظر من اشتباه اونجور دفاع کردم، ولی این مدلی این سبکه که من دفاع میکنم و من پیشنهاد نمیکنم کسی این شکلی دفاع کنه. من فقط میخوام نحوه طرز تفکرم توی دفاع رو توضیح بدم و کجا از چه چیزی استفاده میکنید. چیزی که باید شما بهش دقت کنید اول از همه که کی صاحب توپه، درست؟ توپ کجاست و ببینید فضای خالی که حریف میتونه از طریقش به شما به دفاع شما نفوذ کنه کجاست و شما در حال کنترل
کی هستید و بعد بتونید با توجه به اینکه دارید کیو کنترل میکنید سویچ کنید روی بازیکنایی که میتونن توی دفاع به شما کمک کنن. حریف صاحب توپه. ما مهمترین کاری که باید شما بکنید اینه که توی فاز اول دفاع شیپ دفاعتون نباید به هم بریزه. یعنی من ترکیبم 4-2-1-3 و این شکل ترکیبه، یعنی این شکل هیچ وقت نباید به هم بریزه. فاصله شون میتونه بازیکن‌ها بیشتر شه، اینطور نباید باشه که اگه الان 4-2-1-3 من دفاع راست رو بیارم اینجا، دفاع آخر رو بیارم اینجا، این دفاع آخر رو برم اینجا، این بره اونجا. میدونید نباید شکل کلی تیم توی فاز اول دفاع به هم بریزه. یعنی اگه شما مثلا دارید با زیدان دفاع میکنید، زیدان رو میتونید بیاد عقب، ولی زیدان که میاد عقب دو تا CDM تونم باید باهاش بیان عقب و فضاها رو پوشش بدن. خیلی نکته مهمی، خیلی نکته مهمی. سعی کن که همیشه اولین اولویت این باشه که شیپ دفاعیتون تغییر نکنه. پاس داده شد به اینجا، سویچ الان روی والورده است. من با والورده این بازیکن رو پوشش میدم، دیگه این پاس نمیرسه چون والورده اینجا اومد. خب میریم سراغ فضای بعدی. همونطور که میبینید الان دیانگ من این فضا رو پوشش شده، پس این پاس هم نمیرسه. پس حریف باید چیکار کنه؟ حریف میاد میبینه خب آقا من همه آپشن‌ها پوشش داده شده، الان کیو میتونم بدم؟ این خیلی مهمه. شما باید حریف رو فورس کنید که نتونه پاس‌های ایدئالش رو بده و پاسایی رو بده که خطر ایجاد نمیکنه. ببینید وقتی که این فضا پوشش داده شده و این فضا پوشش داده شده، فقط این آپشن میمونه. این آپشن هم داره میدوه و پاس تو عمقش خیلی دوره برای اینکه برسه، پس پاس دریون پاس میده. وقتی که پاس دریون پاس داده میشه، هالند من اینجا هست، هالند واسه خودش حرکت نمیکنه بره. AI بازی هم اینو میدونه که نباید الکی بدوه، پس AI بازی به شما تا مقداری کمک خواهد کرد. بعد از اینکه این پاس میرسه، من دو تا آپشن دارم، یا سویچ کنم روی هالند یا فضاها رو پوشش بدم. کاری که من میکنم اینه که من فضاها رو پوشش میدم با سویچ کردن روی این دفاع و R1 رو نگه میدارم تا این دفاع روی این مهاجم فشار بذاره. ببینید R1 الان فعاله، من با تورام این فضا رو پوشش دادم، پس این پاس نمیتونه برسه اگه من اشتباه عجیبی نکنم. ببین این فضا کامل پوشش داده شد. خب حالا این فضا برای مهاجم حریف وجود داره که من بعد از اینکه این بازیکن رو کلن از بازی خارج کردم، دوباره باید بیام فضای اینجا رو پوشش بدم که این بازیکن نده این توپو بکنه توی گل. فضا رو پوشش میدم، دفاع آخرمو برمیگردونم به جای درستش، سویچ میکنم روی RB. نکته خیلی مهم توی پچ جدید اینه که اگه شما سویچ نکنید روی رایت بک و لفت بکتون، کلا از بازی خارج میشن و دور میشن و یک فضای خیلی بدی اینجا میدن. یعنی اگه من سویچ نمیکردم روی واکر به این سمت حرکت میکرد و اینجا یه فضای خیلی خالی ایجاد میشد. سویچ میکنید روی واکر، فشار میذارید. حالا اینجا این بازیکن دو تا آپشن داره، یا اینو بده یا اینو بده. ببینیم چیکار میکنه. از اونجایی که من با واکر کاملا روی مهاجم فشار گذاشتم، وقتی که پاسش رو میده توپ رو راحت قطع میکنم و این دفاع با موفقیت انجام میشه. دائم در حال سویچ بین بازیکن‌ها هستم، فضاها رو پوشش میدم و حریف ما هیچ فرصتی رو نداره و در آخرین فرصت من میبینم که تنها فضای خالی اینجاست. یه خورده ریسک میکنم، دفاع آخرم یه خورده میارم جلو که این پاس رو قطع کنه و قطع میکنم، چون فضای دیگه وجود نداره. یا باید اینجا رو بده که اگه اینجا رو بده این بازیکن به احتمال خیلی زیاد خود AI قطعش میکنه، CPU قطعش میکنه، یا باید اینو بده که من این پاس رو میخونم، دفاع آخرم یه خورده میارم اینور و توپو قطع میکنم. حالا در نظر بگیریم که این پاس داده نشد و این پاس رو داد و این CDMمون توپ رو قطع نکرد. اون موقع باید چیکار کنیم؟ ببینید من هنوز یک بازیکن اینجا دارم و این دفاع چپم هم خودش برمیگرده عقب. کاری که اونجا میکنی، شما این دفاع رو خارج کردی از بازی، درست؟ این پاس میرسه، دفاع آخر شما اینجاست و این دفاع آخر دیگه هیچ وقت نمیتونه این فضای پشت رو پوشش بده. پس شما در سریع ترین فرصت باید سویچ کنی روی این دفاع آخر، بیای خطرناک ترین فضا رو پوشش بدی. خطرناک ترین فضا همیشه اینجای محوط است. اینجا خطرناک ترین فضاست و مهم و همیشه اولویت شما باید با این باشه که
این فضا رو پوشش بدید. دفاع چپ حرکت میکنه به عقب و اگه مهاجم حریف از این سمت حرکت کنه من با این دفاع این فضا رو پوشش میدم. اگه بخواد از این سمت حرکت کنه من باید حواسم باشه دفاع چپم اومده اینجا، باید سویچ کنم روش و این فضا رو پوشش بدم و با این حرکت شما میتونید توپو بگیرید. این حالت آلترناتیوی که برای این فرصت میتونست پیش بیاد توضیح دادم تو این صحنه بهتون. این نکته که یادم رفت بگم خیلی مهمه اینه که همیشه اولویتتون با ترک کردن فرارها باشه. یعنی وقتی یه بازیکن داره فرار میکنه توی فضا، یه بازیکن رو انتخاب کنید و برید اون فضا رو کامل پوشش بدید، یعنی باهاش همزمان بدوید که پاس تو عمقش نتونه دادش. ببینید تو اومد گوشه، این حریف ما فقط یک آپشن اینجا داره، یا اینوری بدوه یا یه جوری توپو برسونه به این بازیکن که حالا در حال حرکت به این سمت. من دفاع راستم باید بیارم اینجا، بستگی به حرکتی که بازیکن حریف میکنه. اگه بدوه من باید باش بدوم و سعی کنم توپو قطع کنم و با دفاع آخرم باید این بازیکن رو کاور کنم و شما باید در این حین با ترکیب دویدن و آریه کانتین و سویچینگ روی بازیکنی که باید فضای بالا رو پوشش بده، باید هی در حال انجام این کارا باشید و فضاها رو پوشش بده، چون کوچکترین فضایی که بدید توی این پچ تمومه. ببینید من اول با واکر حرکت میکنم میام پایین. بعد از اینکه میبینم توی یک فضایی هم که بازیکن خیلی نمیتونه خطر ایجاد کنه از اینجا، چون اگه بخواد به این سمت بدوه واکر میاد اینجا رو پوشش میده، پس یک لحظه سویچ میکنم روی دفاع آخرم و این بازیکن رو یه جوری جلوشو میگیرم و در همون حین که سویچ کردم روی دفاع آخرم R1 رو نگه میدارم که واکر که نزدیکترین بازیکن به توپه بیاد و تیم میت کانتین انجام بده و جلوی این بازیکن وایس. بعد که من این فضا رو پوشش شدم با دفاع آخرم، دیگه CDM من برگشت و رسید به این بازیکن و این بازیکن رو کاور کرد، من برمیگردم دوباره دفاع از این بازیکن صاحب توپ و CBM خودش خود به خود برمیگرده سر جای اصلیش. من باید فعلا این خطر رو خنثی کنم تا تیمم دوباره به اون شیپ دفاعی خودش برگرده. حالا اینجا بازیکن دو تا آپشن داره، یا باید اینوری بدوه یا باید اینوری بدوه. همونطوری گفتم پلی استایل بروزر اگه ادوانس دیفنینگ انجام میدید خیلی خوبه. من اینجا با یک بروزر تعادل این بازیکن رو به هم میذارم و یه خورده توی حملهش اختلال ایجاد میکنم. حالا این بازیکن میتونه این پاسو بده که من تقریبا میشه کاورش کردم با R1 که روی واکر نگه داشتم و سویچ هم روی دفاع آخره که اگه این توپ اومد بتونم سریع جلوی مهاجم وایسم و کاورش کنم. و این رو هم باید مواظب باشم که توپ اگه اومد به اینجا، اگه توپ اومد اینجا، من باید R1 رو حالا با دفاع آخرم نگه دارم و سویچ کنم روی هالند و این بازیکن رو فضاشو پوشش بدم و خطرش رو خنثی کنم. ببینیم چیکار میکنه حریفمون. از اونجایی که خیلی خوب این فضا کاور شد دیگه این آپشن هیچ وقت نمیتونه برسه، چون اگه پاس بده دفاعمون گرفته. تنها آپشنی که بازیکن حریف داره اینه که پاس بده به عقب. ما باید سعی کنیم بازیکن رو هول بدیم سمت زمین خودش، نتونه فضایی که توی دفاع هست رو پیدا کنه. فقط میتونه برگرده عقب، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. حالا میبینم لحظه‌ای که برمیگرده عقب دفاع راست من اومده جلو و این فضا خالی شده. من اگه این فضا رو بیام با دفاع آخرم پوشش بدم بیام اینجا، خب این بازیکن خالی میشه و با یک پاس خیلی راحت میتونه دروازه رو باز کنه. پس با CDM هم میام این پاسو اول راشو ببندم، یه هیچ پاسی نمیتونه بده و AI حریفم چون که زیدان CIMشه و مهاجمش نیست، قصدش این نیستش که فرار کنه، قصدش اینه که بیاد بازی سازی کنه. وقتی میخواد بازی سازی کنه فرار نمیکنه و اینجا وای میسته و این پاس رو من کامل بستم و دیگه نمیتونه اون بازی سازی رو انجام بده. رفقا آموزش دفاع بود، امیدوارم که کمکتون کرده باشم. زندگی من انقدر حرف نزدم. هر سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، من سعی میکنم همه کامنت ها رو جواب بدم تا جایی که ممکنه. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، فالو یادتون نره، هر چی دکمه اونجا هست رو بزنید. دمتون گرم، خداحافظ تا ویدیو بعدی.